از وقتی ویترین رفتن تو جیب مردم همه چی عوض شد. آقا محمود رو همه میشناختن، با سیبیل پرپشت و لبخند همیشگی و ویترین کفشایی که صبح تا شب برق می‌زد. همیشه میگفت مشتری اول باید با نگاه عاشق بشه. ولی کرونا که اومد خیابونا خالی شد. یه روز دیدمش پشت درخت، دست زیر چونه، مغازه سوت و کور. گفت دیگه حتی کسی برای نگاه کردنم نمیاد. آقا محمود نشسته بود و فکر میکرد. خیابونا خالیه، برای مردم تو این اینستا و سایت دارن قدم میزنن. گفت فروش هنوز هست، ولی جای مشتری‌ها عوض شده. نکته اینجاست، فروش آنلاین حس خرید رو از بین نمیبره، فقط مسیرش رو عوض میکنه. آدما هنوز همون نگاه اول رو میخوان، فقط حالا این نگاه پشت یه صفحه است. 3 ماه بعد آقا محمود هنوز ویترینش رو داشت برق مینداخت، ولی این بار ویترینش یه صفحه 6 اینچی بود و تو جیب هر مشتری جا میشد. شاید وقتشه ویترین شما هم عوض بشه.